و یک سوال دیگر دامالا آمده رسیده است. اینجا سوال می‌دهند که خب برای زن میگفتید که انگشترین کردن یا اینکه گوشوار کردن جایز است؟ البته برای زنها انگشترین طلا و گوشواره طلا و نقره و دیگر نوع زیباگی ها اجازت است، خیلی که در سنن ابو داود و سنن نسائی و مسند امام احمد با سند صحیح از علی ابن ابی طالب آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان هذین حرام علی ذکور امتی. حریر، لباس حریر، ابریشم برای مرد و طلا برای مردهای امتی من حرام گردانیده شد و برای زنهای امتی من حلال گردانیده شد گفتم. و بسیار حدیث های زیاد در این باره آمده است. بنابراین یک چند علما اجماع علمای مسلمان ها را در بالای حلال بودنی انگشترین و حلقه ها و گردنبند های طلا برای زنها را نقل کردند، یگان خلاف نیست گفتند. و بعضی حدیث ها آمده است که ظاهرش از این کارها منع میکند و آن حدیث های شاذ است، خلاف حدیث های صحیح است، یعنی حدیث های ضعیف است. بنابراین قول صحیح برای زنها گرفتن انگشترین طلایی و گوشواره های طلا یا گردنبند های طلا، تمام زیب و زینت های طلایی برای زنها اجازت است. والله تعالی اعلم.